بچه‌ها جواد من سلام به همراه شیما خوش اومدیم به ویدیو امروزمون. چرا اونجوری میکنی؟ بچه‌ها از سیویلا راضی هستین؟ سلام کن دیگه. سلام. خب شما میدونی ویدیو امروزمون در مورد چیه؟ چیه؟ I wanna go don't say که دیوونه ای. یا امروز قراره یه جوک بگم. یه جوک خیلی بامزه. یا یه مرده میخوره به نرده برمیگرده و میشه میخنده. بیمزه خیلی چرت و پرت میگی. زنده ها بچه‌ها راستی لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره زنگوله رو هم بزنین رو حال که اولین نفر شما ویدیوهامونو ببینین. این سراغ ویدیوها. بچه‌ها ببخشید دیگه من سرما خوردم. ویروس اگه صداش اذیت ویروس. یه پسر بچه 6 ساله با مزه دیدم تو خیابون یهو مامانش صداش کرد باقر بیا. تا حالا باقر 6 ساله ندیده بودم. وای نمیدونم چی بگم. ولی من جاسم از نزدیک دیدم. جاسم 6 ساله؟ من آتیلا دیدم. آتیلا 60 ساله 70 ساله. من فکر کردم میخواد بگه مثلا باقر بیا. خیلی میگه باقر بیا. ولی باقرا باید از 30 سالگی به دنیا بیان. موام روشی زیاد شده. موام روشی زیاد شد یو. پس میگه کودتا خرجش. تصمیم گرفتم کودتا خرجش بکشم. نتیجه شد این. میشه بگی اینقدر تغییر؟ این خودمونه؟ نشناختمش بابا پشمام. انقدر رو نتیجهش پافشاری کرد که کلا خدشش مفشا یه ذره میذاشی بمونه خدشش. ابروش شنوزی پلازموکته. I wanna go don't say که دیوونه ای. سایه‌هاشو نگاه چجوری زده. من دیگه حرفی ندارم. هم گذاشتم ولی دست اون دست ما رفیقا من تکواندو آخری که با گولتون میزنه. من بی برابرم. آه خدایی من تکواندو کار کردم. اصلا به درد نمیخوره. تو کجا تکواندو کار کردی؟ من تکواندو کار کردم. نه دیگه تو واقعیت من جوادم دیگه. من تکواندو کار کردم. دیگه دود به گوزه شما میافتی زمین. به خود تنها ورزشی که بدن میگه تکواندو. اندو تکواندو. اوه چقدر خوب رفت بالا. کتونی زرنگی پوشیده فاز لاتی گرفت. من موام چه لحظه باید داره بلندتر میشه. ثانیه به ثانیه. موام بیرون کرد. کجا رنگ کرد؟ نگو رفت بالا. چه چیزی داره؟ آپشن باشه. آخه بیچاره خروسه احساس میکنم تعادل نداشت تو راه رفتن. الهی جواد شیما و برادرن فیناشون راه افتاده بردیدان دار افتاده. من 7 ساله با رفیقم وقتی میگیم هر کی دیرتر برسه امام علی اونو دوست داره. آقا این واقعیته. خدا این واقعیه بچه‌ها ناموسن این واقعیه. منم همینجوری بودم. نه اون موقع بازی میکردیم همیشه همینجوری بودی. تازه دست نمیرم. دست علی یار علی دروغ دشمن خونخوار علی. یکی دیگه بودا. ما باختیم خونه خدا رو ما ساختیم. بریم سراغ ویدیو بعدی. یه فن بالا از کمر مردی رو میگیره بلندش میکنه. تا اون لحظه ای که بلندش کنه فقط پاش شکسته بود و همین فلش کرد کلا قطع نخواهد شد. بدبخت نفس میتونست بکشه. الان نفس هم دیگه نمیتونه بکشه. خودش را آویزون شد. این فن توی کشتی کجم اختار قرمز داره. کارت قرمز داره. چرا میترسی؟ میشه پشتش رو باز عوض کرد. نه آمپول درد نداره. ما آمپول نمیزنیم بر تو چسب میزنیم باشه؟ آخه اینو برای اولین بار میخواد خودشو ببینه بعد از اینکه گوشاش خراب کرد. ایلیا رفت تو کما. برداشتیم با چسب بچه از گوگوش به کوگوش
تعدیل شد. از این به نداره بعد دیگه. از این به بعد باید آب هویج زیاد بخوره، خیلی زیاد. چون دیگه بعدش نمیتونه اگه چشش ضعیف باشه باید عینکشو کجا بذاره. احتمالاً شونه‌هاش به بذاره دست نکن یا دار بس بزنه واسه تازه چشم. از این بعد نمیتونه کاراشو بندازه پشت گوشش. من نگران آرایشگر این بچه‌ام. چجوری میگه خط پشت گوشیشو بگیره؟ چون اونجوری که رید با از این بعد نختنده میکشه. رید تو گوشش. ملکه الیزابت چگونه موز میخورد؟ میشه یه ویدیو پیدا کنی که ملکه الیزابت چجور چه بیادبی تو جواد، خاک تو سرت. ولی همیشه واسه من سوال بود از دوران بچگی که ملکه الیزابت چجوری موز میخوره. به سوال به جواب رسیدی؟ اصلا واقعا خوشحال شدم. آقا پسر بازی نمیکنم. دخترها شیرن مثل شمشیرن، پسرها بادکنکن دست بزنی میترکن، دخترها شیلنگن دست بزنی میلنگن. پسرها پنیرن دست بزنی میمیرن. قبول نیست. قبوله. سوسولی بارو با راست میگه. من بچه قبلا مو نداشتم، بچه بودم کچل بودم، انقدر هرس خورده بودم. الان دیگه بزرگ شدم موام در اومد، بلند شده. دخترها خرگوشن دست بزنی میگوزن. وقتی زمستون نزدش خب بیدم میشه بیدارچی بریه. خود منم بینستا همه چی آدمو میدونه، مخصوصا وقتی دستشوی تو حیات باشه. وای آره. من خیلی بعضی عالی. وقت الکی میرم تو سرما و میام زیر پتو که اینجوری بشم، اصلا لامصب دیگه سار میشم. خیلی خوبه واقعا، دیگه نمیدونم چی بگم. موش تو سوراخ پایین سوراخ موش تو سوراخ؟ موش تو سوراخ ناصر بیچاره ناصر. سوراخ ناصر چرا بزرگه؟ موش تو سوراخ موش بغل سوراخ پایین سوراخ کنج سوراخ این چه بازیه؟ دوباره تو سوراخ ناصر. اسم بازی موش تو سوراخ ناصره. بیچاره ناصر. تو بچهش بود پیشش نشسته بود، نمیدونم چه با ذوق نگاه میکرد ناصر. واسه بچهش دیگه آخه. دست من نیست اگه پشتک من شد پاره پاره، اگه جعفر همش تو سر کاره، خودت خوب میدونی پولی نداره. بچه داشت خیلی نقا میشد. وقتی بچه فامیل میاد خونه چه چیزای عجیب غریبی ساختن مردم. یه کوادکوپتر بگیریم هر کی از این هر از رادیو به شلیک کنیم. فرقشه. بیلاخ نشون میده. چرا بیلاخ نشون داد؟ داشت لک نشون میداد فکر کنم بیچاره. باباش در اومد. خیلی دوست دارم. اون رو دیگه از این انگوش استفاده نمیکنه. صدای گوز نشنوایی که میبره. وای چقدر بیادبن اینا. من نفهمیدم چی شد. مثلا از زنیم میزنه صدای گوز توی فیلم، بعد ناشنوایی داشته فیلم میدیده با زیرنویس فهمیده گوز صدا داره چون نمیشیده قبلا میگوزیده پیش همه گوزیده. خیلی بامزه است که. واو خب چه انتظاری داشتی؟ تخم مرغ شکست. من واقعا از این ویدیو چیزای زیاد یاد گرفتم که مثلا هیچ وقت چیز گردالی رو به یه سطح صاف نذاریم. چرا؟ شکست دیگه. خب چرا؟ هیچ دیگه وقت هست. نتونستی از زندگی درسای خوبی بگیری؟ خفه شد. چه گوزید؟ یارو رید به خودش. حیوان گودنسی که دیوونه ای. خب شیما نظر در مورد این ویدیو چی بود؟ چی بودن؟ یه مش مسخره بازی و جلف بازی. این ویدیو در اکسپلور من پره. بریم دیگه خداحافظی کنیم جواب بس دیگه. خب بچه‌ها امیدوارم از ویدیو امروزمون خوشتون اومده باشه. حتما ما رو لایک و کامنت و سابسکرایب کنید. خیلی دوستتون دارم. حتما واسمون کامنت بذارید. بچه‌ها زنگوله رو بذارید آل. تا اول شما ویدیومون رو ببینید. خب